مثل سرچشمه و طلای انجیرک زاهدان این 5 تا که گفتم معادن در کلاس جهانی هستند. وقتی میگیم کلاس جهانی یعنی میزان ذخیره بسیار بسیار زیاد. یعنی اگر روزگاری اراده بکنیم چاهای نفت و گازمون رو دنیا ببندیم، این معادن کشورمون رو میتونن از لحاظ مالی مدیریت کنن. مثل خاموش کن، سرب روشن کن. مرسی. آره. اینا معدن‌های سرب و روی. معدن یعنی جایی که خیلی با ارزشه دیگه، نه؟ بابا توش کار میکنه. سرب هم خاموش کن، سرب روشن کن. جنوب سبزوار، فریمان، زمین درز سیستان، اسفندقه، هرمزگان مهمترین ذخایر کروم ایران. کروم جایی هست که پوسته اقیانوسی هست. پوسته اقیانوسی گفتیم از کروم، منیزیم، منگنز. پوسته اقیانوسی پروتوتتیس، پالوتتیس و حالا نموتتیس که کروماش تو کشور ما نیفتاده. اینم فرورانش مکرا. خاموشش کن، طلا رو روشن کن ببینیم چه خبره. طلای ترقبه، ارغش نیشابور، زرمهر تربت حیدریه و زرشوران تکار. باریت رو روشن کن، مهمترین ذخایر طلای ایران. باریت یه ماده سنگینه، تو گل حفاری استفاده میشه. ماده حاجب وقتی میرین عکس رنگی از محفظه شکم بگیرین 2 تا بطری میدن، میگن اینا رو بخورین بعد یود تزریق میکنن، اون همینه، سولفات باریوم. خاموشش کن، آهن روشن کن. این آهن کجای ما هست؟ اونجا کجاست؟ فریمان. نه فریمان اینجا. سنگان خاک. معدن سنگان خاک. آره. معدن‌های حوزه باف. اینا آهن‌های باز بزرگ ایران، ذخایر بسیار بزرگ ایرانه. این آهنا تو دریا روشن شدن چیه؟ اینجا چیه؟ فش؟ جزیره؟ آره جزیره نقش نیست. هرمزه. این تنگه هرمز. جزیره نقره‌ای هرمز ها، همون اسپیکولاریتایی که تو لنت هرمز استفاده میشه. اون روشن بمونه، فسفات رو روشن کن. جایی که آهن و فسفات با هم داریم معمولاً عناصر کمیاب و اورانیوم هم داریم. همه رو مهرات روشن کن، همه ایشونو. این که میگن خاک زرخیز ایران یک شعار الکی نیست. من همه معادن ایران رو به شما نشون ندادم. من به شما زغال سنگ آبدرمن، زغال سنگ طبس، زغال سنگ شمشک البرز نشون ندادم. من به شما سنگ‌های ساختمانی عراق، محلات و دلیجان، اصفهان، توران، پشت یزد اون سنگ سبز روشن تو حرم هست، وارد بازار ایران نمیشه. پاندای مشهد وارد بازار ایران نمیشه، صادرات میشه. مارشال مشهد، غیبی مشهد، مرمر عسلی مشهد. من به شما نشون ندادم. به شما ذخایر شورابه‌ای ایران رو نشون ندادم. این شورابه‌های ما غنی از بر، لیتیوم، گچ، نمک، پتاس هست. نقشه اصلیش اینه درسته؟ آره این که میگن البته خیلی بیشتر